بینندگان عزیز و ارجمند خبرگزاری فارس، این تصاویر به صورت اختصاصی از شمال تنگه هرمز تقدیم نگاه شما میشه. اینجا تنگه هرمز و آنچه که در تصویر میبینید کشتی های متعددی هستند که در تنگه هرمز منتظر مجوز جمهوری اسلامی ایران برای عبور از تنگه هرمز هستند. لازم هست به اطلاعتون برسونم که با اقتدار و رشادت نیروهای مسلح کشورمون هر طرح فرامنطقه‌ای به منظور باز کردن این تنگه که با اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پس از استفاده جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و امریکا از این تنگه برای حمله به خاک کشورمون صورت گرفت، اکنون این تنگه با اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بسته هست و هر گونه تردد در این تنگه که الزامات تازه‌ای از نحوه ورود و خروج به اون و محدوده اون هم از دیروز ابلاغ شده، با اراده نیروهای مسلح کشورمون صورت میگیره. لازم است خدمت شما عرض بکنم که مسیر اقتدار که برای عبور و مرور کشتی ها از سوی ایران از تنگه هرمز تعیین شده در باند ورودی از مسیر جنوب جزیره هرمز و حد فاصل جزیره قشم تا لارک تعیین شده و باند خروجی تنگه هرمز هم از سوی جمهوری اسلامی ایران از آبهای جنوبی جزیره لارک.